سلام دوستای گلم، خوش اومدید به فارسی ترند. بارسلون شهری جذاب در کشور اسپانیا با تاریخی غنی، معماری خیره کننده و فرهنگ پویاست. از خیابون لاس لامبرس که خیابون اصلی شهره و پر از هنرمندای خیابونی و کافه‌های زیباست بگیر تا کلیسای سگرادا فامیلیا، جایی که با معماری فانتزی و جزئیات هنری به نمادی از بارسلونا و آثار آنتونی گودی تبدیل شده. اگه میخواید از آثار بزرگترین هنرمند قرن 20 پابلو پیکاسو لذت ببرید، حتما یه سر به موزه پیکاسو بزنید. و اما یه شدنیه که به بارسلون رفت و از استادیوم نیوکمپ دیدن نکرد. فوتبال در اینجا بخشی از زندگی مردمه. و اما منطقه بارسلونتا رو فراموش نکنید، با اون سواحل زیبا و رستوران‌های ساحلی، جایی برای استراحت و لذت بردن از آفتاب. ممنون از همراهی شما. اگه این ویدیو رو دوست داشتید میتونید با لایک و سابسکرایب